روزی روزگاری در یک پادشاهی دور مردی فقیر زندگی می کرد که هیچ نداشت جز یه خونه کوچیک که با همسرش در اون زندگی می کرد. پادشاه آن سرزمین به مهربانی مشهور بود و اغلب به فقرا کمک می کرد. شبها با لباس مبدل در خیابونهای شهر قدم می زد تا از نزدیک وضعیت مردم رو ببینه. یه شب وقتی توی روستا قدم می زد از کنار خونه یه مرد فقیر گذشت و شنید همسرش میگه دیگه پولی برای خرید غذا نداریم، حالا چه کنیم؟ مرد فقیر پاسخ داد نگران نباش، پادشاه ما مهربونه، فردا نزد او میرم و کمک میخوام. با این قایق میتونیم کمی غذا فراهم کنیم و کار کوچیکی شروع کنیم تا زندگیمون بچرخه. روز بعد مرد فقیر نزد پادشاه رفت و اونو شناخت، همون مردی که شب قبل گفتگوش رو شنیده بود. از روی مهربونی پادشاه صندوقی پر از سکه های طلا به او داد. مرد با خوشحالی به خونه برگشت. جشن گرفتند و شب رو آرام و خوش سپری کردند. اما صبح روز بعد همه سکه ها ناپدید شده بودند، در حالی که درها و پنجره ها از داخل قفل بودند. مرد دوباره نزد پادشاه رفت و ماجرا رو تعریف کرد. پادشاه یه بار دیگه صندوقی پر از سکه های طلا به او داد. مرد به خونه برگشت و اون شب خوشحال خوابید. اما صبح همون اتفاق دوباره رخ داد. برای بار سوم مرد نزد پادشاه رفت و اوضاع رو توضیح داد. پادشاه هنوز مهربان بود و صندوق دیگری به او داد، اما این بار تصمیم گرفت مرد فقیر رو دنبال کنه تا حقیقت رو بفهمه. نزدیک نیمه شب وقتی مرد و همسرش خواب بودن، پادشاه سایه عجیب دید که وارد خونه شد و صندوق طلا رو برداشت. پادشاه شوکه شد، شمشیرش رو کشید و با صدای بلند پرسید تو کی هستی و چرا طلای این مرد فقیر رو می‌دزدی؟ سایه پاسخ داد من سرنوشت هستم. این مرد قراره در تمام عمر فقیر بمونه. این نتیجه کارمای گذشته اوست. هر چقدر هم ثروت دریافت کنه همیشه از او گرفته میشه. پادشاه پرسید اما چرا؟ چه اتفاقی توی زندگی گذشتش رخ داده که نمیتونه تغییرش بده؟ سرنوشت گفت نمیتونم همه چیز رو بگم، اما اگه واقعا میخوای بدونی 60 کیلومتر به روستایی در پای کوه ها سفر کن. پیرترین مرد اون روستا میتونه داستان مردی به نام مارکو رو برات تعریف کنه. سایه با صندوق ناپدید شد. پادشاه همون شب سوار اسب شد و صبح به روستا رسید. بعد از پرسجو پیرمردی رو زیر درختی در مزرعه پیدا کرد. پادشاه با احترام سلام کرد و گفت اومدم تا داستان مارکو رو بشنوم. پیرمرد گفت مارکو؟ بله، او را خوب به یاد دارم. زمانی ثروتمندترین مرد این منطقه بود. او به کشاورزان و فقرا وام میداد، اما بسیار طمعکار بود. شرایط وام ها طوری بود که هیچ فقیری نمیتونست اونها رو باز پرداخت کنه. یک کشاورز فقیر روزی از مارکو پول قرض گرفت و کم کم پول بیشتری از آنچه گرفته بود پرداخت کرد. اما مارکو ادعا میکرد که اصل وام هنوز پرداخت نشده. سپس خشکسالی شدیدی به روستا اومد. محصول کشاورز خراب شد و نتونست بهره رو بپردازه. مارکو زمین و خونه او رو گرفت. کشاورز از غم و اندوه درگذشت. چند سال بعد مارکو نیز بیمار شد و مرد، شاید به دلیل کارمای بدش. پادشاه فهمید که مرد فقیر همان مارکوست که دوباره متولد شده. او برگشت و حقیقت رو برای مرد فقیر بازگو کرد. مرد با آرامش گوش داد و چشماش پر از غم شد. از اون روز به بعد مرد تصمیم گرفت صادقانه زندگی کنه و به دیگران کمک کنه. چند ماه بعد وقتی پادشاه دوباره صندوقی پر از طلا به او داد، هیچ سایه‌ای برای بردن اون نیومد. این داستان به ما یادآوری میکنه هر کاری که انجام میدیم سرنوشت ما رو میسازه. مهربانی، صداقت و تلاش برکات خودشون رو باز میگردونن و طمع و ظلم نتایج بد خودشون رو دارند. گذشته ما امروزمون رو شکل میده، اما اعمال حالمون سرنوشت فردامون رو تعیین میکنه. اگه زندگی مطابق خواسته ما نیست، هنوز هم میتونیم از همین لحظه
داستان خودمون رو تغییر بدیم. با کارهای خوب میتونیم سرنوشت و زندگی بهتری بسازیم. دوستان همیشه به یاد داشته باشید زندگی همون چیزی رو باز میگردونه که به اون دادیم. قلم نوشتن سرنوشت در دست خودمونه. پس دانه های مهربونی، صداقت و تلاش بکارید و روزی از میوه کارمای خوب خود لذت خواهید برد. امیدوارم از این داستان لذت برده باشید. اگه دوست داشتید لایک کنید و برای دیدن داستان‌های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. در ویدئوی بعدی با داستانی جدید شما رو میبینم. تا اون زمان سلامت و خوشبخت باشید. سپاسگزارم ازتون.